همین کنه یه هویی بعد 3-4 هفته تصمیم گرفتم اتاقم تمیز کنم بالاخره و اینم نمای کلی ازش نه من شلخته نیستم و حال ندارم مرتبش کنم وسایل رو بذارم سر جاش کلم خیلی میخوره و اولم بدون شک میشینم دستمالای اتاق رو برمیدارم پر دستمال ریختم البته پر لباسم هست در نتیجه اول لوازم آرایشی رو جمع میکنیم. من همیشه مشکل داشتم سر اینکه لوازم آرایشی به در نخورم و بندازم یا نه و من حس میکنم ممکنه چه به درد بخورم واسه همین نمیندازم. حالا فکر میکنم بهش و در نتیجه تمام این فکر کردن ها نصف این وسایل دارن میرن که برن خرابه سالمه به درد نبود شاید به درد خور میخوره بابا دیگه همه چیزم نندازم دیگه نه کاچی وقت روش نمیزدم روشش یه خیلی این مدلی داره چقدر بد فکر کنم تاریخ مصرفش گذشته بود اشکال نداره این وسط از ریملای به درد نخورمونم یه استفاده میکنیم نمیمیره آدم که نه این هم روز مزخرف است با اشکال نداره وای چقدر زشته اشکال نداره هیچ اشکال نداره هیچ اشکال نداره یا همه چی اشکال نداره دوستان این روز خیلی وقت تموم شده ولی خب از میگه من روانی رنگش هم مسکن باید نگه دارم برم رنگش رو پیدا کنم نه خیلی خفنه روشش اما ندارم تو نه فکرم به این روشغلی نهده دارن چه خیلی بدیش اشکال نداره ها تجربه هستیه از اون لم داره میپوکه یه قیچی داریم که میخوایم ببینیم خوب کار میکنه یا نه نه مزخرف بخوایم کاغذ هم امتحان کنیم اینی که قرار بود بد باشن مثل این که تو قیچی خوبی هیچ وقت فکرشو نمی کردم با فرموژه این روژی که توی این در گیر کرده بود و بتونم در بیارم ولی خب حتی فرموژم شکسته خراب شده میدونی بس همین دارم استفاده میکنم ولی نگاه مثلا فشار میدم الان نگاه دست جاش رو دستم هم و اینو میذاریم ایلا بعد فشار میدیم تموم شد. رنگ این روژم هم خیلی دوست داشتم اصلا خیلی قرمز باحالی بود نه نگر میده میریم مثلشو میخریم نه دارم وسایل اتاق جمع جور میکنم اصلا این جز اون چیزایی که باید بندازم مسلما از تاریخش گذشته احتمال میدمش مسلمانی وجود نداره نه ولی خب آرایش میکنیم چه ایرادی داره تهش نیزه چشمون درد بگیره یه قطره استریل میزنیم و تمام میشه و از که کل وسایلش ساکت به دردم میخورد همینا بود از این هم اینجای مدلی نگهشتم چون به حال خاطره است خاطره قشنگ من نمیتونم چیب بندازی همه جا یادگاری نگه داری اینو چرا نگه داری من باید بندازم نه باید بندازم فکر کنم دیگه الان بهتره برم یه خورده بقیه اتاق مرتب
مرتب کنم، بقیه اتاق مرتب کنم و دوباره برمیگردم. اینا هست. خیلی داشتم فکر می‌کردم که این فندک صورتی از کجا اومد تو اتاق من. به نتیجه نرسیدم. اشکال نداره، اینجا به درد میخوره دیگه، نه؟ یه ذره پیشرفت کردم، یه ذره زمین وضعش بهتر شد. دستگاه پستی مختلف درد نمیخوره که میخوره، امتحان باید بکنم. از اینکه ما از هر چیزی استفاده میکنیم بهتر که از اینم استفاده کنیم. و این چیه؟ نمیدونم، یه سایه چشم قدیمی که میدونم واسه مامانمه. پیگمنتش چقدر خوبه ولی میدونی پشم ما حالا همیشه میزنیم، مهم نیست به هم دیگه میخورن نمیخورن، ما میزنیم با این گوشتم میزنیم. این سه چیزا تو اتاق هستن که اصلا نمیدونم که نصفش افتاد از کجا اومدن. چی بود لگت کرد؟ از کجا اومدن؟ مثلا اینو میدونم عموم بهم داد شدم ازش گرفتم، نمیدونم اینو نه. بالاخره یه طرف ماجرا تموم شد و طرف دیگه حالا وقت شیشه تمیز کردنه. من جدید همون تلاشم کردم، انشالله که جوابه، نه نگاه کنی تمیز. حالا بریم سراغ لباسایی که باید انتخاب بشن برای شسته شدن، یعنی در واقع همشون. بله میدونی چند وقت اینا اینجا؟ از چند مدت هم زیر پا بودم و چقدر مدت قبلش هم تنم بودم کلی. باید همشون شسته شد مگه نه؟ و این بهترین روش برای اینه که زودترین لباس رو از اتاقم بیرون کنم که اتاقم تمیز شه. حس میکنم این مقدار فعلا کافیه برای شسته شدن. خوب شد آخراش. خب هرچی هم باشه وقت آویزون کردن لباساه با حضور دانات. خود حقیقتا خسته شدم دیگه، خیلی آخرش چیزی نمونده ولی خب این خورده ریزه است. این کمدم تقریبا کامل شده، اون برای کارش ندارم اصلا هیچی بخیر. اون میزم حالا تقریبا گشنم استفادم دارم و اینجام که با نتیجه نهایی برمیگردم. بالاخره تموم شد. اینم از نتیجه نهایی. بکنم بعد از مدت ها بالاخره بسن دوباره رو تختم بخوام. جالب همین دیگه تمام شد.